باشه که شما باید برای ساخت هر فرم آهنی، حالا نه فقط این فرم آهن، هر فرم آهن دیگه ای باید 150 بلاک از هر ویلیج که ممکن اطرافتون باشه دور باشید. خب شما برای شروع به محوطه 5x5 نیاز دارید به این صورت. خب این از این. حالا ما باید 8 تا بلاک از همین از هر نقطه که حالا من از این طرف 8 بلاک بریم پایین. حالا ما باید اینجا تا عرض حالا میریم پایین و بلاک‌ها رو برمی‌داریم 2 تا بلاک این عرض 5 تایی رو 2 تا بلاک میذاریم. این طرف هم همینطور. حالا ما روی این بلاک‌ها بید میذاریم. خب وقتی ما روی این بلاک‌ها بید گذاشتیم، حالا باید بلاک‌های زیرش رو بکنیم و دوباره زیرش بید بذاریم. حالا میایم پایین و دوباره بلاک‌هامون رو برمی‌داریم و این وسط رو پر می‌کنیم. حالا بالای بدها بلاک می‌ذاریم. حالا تورچمون رو برمی‌داریم و یه تورچ این وسط می‌ذاریم تا ما به چیز اینجا اسپان نشه. حالا دیگه وقت گذاشتن فلچینگ تیبل‌ها و اول باید جای فلچینگ تیبل‌ها رو درست کنیم و فلچینگ تیبل‌ها رو داخلش قرار بدیم به این صورت. خب این از این. حالا فلچینگ تیبل‌ها رو برمی‌داریم و می‌ذاریمشون اینجا. خب این شد از این. حالا ما باید برای این فارم 20 تا ویلیجر بیاریم. چرا باید 20 تا ویلیجر بیاریم؟ چون تو ماینکرافت بدراک هر 10 تا ویلیجر مساوی یک آیرون گالم است. هر 10 تا ویلیجری که از این شغلشون فلچینگ تیبل باشه. به خاطر همین نیازی نیست که من یه روشی بلدم که نیازی نیست 20 تا ویلیجر حتما بیاریم. کافیه فقط 2 تا ویلیجر حالا با ریل یا هر چیزی بیاریم بذاریم اینجا و راستی حواستون باشه که از این ویلیجر سبزا اصلا به هیچ وجه نباید اسپان بشه چون بیکار و هیچ کاری نمیکنه. خب همونطور که داشتم میگفتم کافیه فقط 2 تا ویلیجر. خب چه خبره؟ چرا همش از بیکارا اسپان میشه؟ خب همونطور که داشتم میگفتم کافیه فقط 2 تا ویلیجر بیاریم اینجا تا به بدهاشون عادت کنن و به اونا مقداری نون بدیم تا برید بشن و زیاد بشن که اینجوری باعث میشه که دیگه ما 20 تا ویلیجر از 150 بلاک اونورتر نیاریم تا یه فارم آهن نسبتاً خوب کار کنه. یکم نون بهشون میدیم تا برید بشن و منتظر میمونیم تا اینا برید بشن. وقتی 20 تا شدن ادامه کار رو انجام میدیم. خب وقتی که 20 تا ویلیجر شدن و تعداد 20 تا رسیدن ما دوباره بلاکامون رو برمیداریم و میایم این بالا رو میپوشونیم کلا. خب این شد تا اینجای کار. حالا دیگه وقت ساختن سیستم جمع آوریشه. دیگه تقریبا کار تمومه. خب ما ساینامون رو برمیداریم با واتر باکت و لاوا باکت به این صورت ساینا رو میذاریم. یکی اینجا، یکی اینجا و یکی دیگه هم اینجا. این
باکت میذاریم اینجا. خب حالا قبل اینکه واتر باکت رو بذاریم اول بهتره سیستم جمع آوریش رو بسازیم. حالا هر گوشه دلتون خواست میتونید این لاوا باکت رو بذارید، فقط باید زیر لاوا باکت 3 تا بلاکش رو بکنید. حالا فرقی هم نمیکنه کدوم بر، نه چرا فرق میکنه، هرچی که لاوا باکت گذاشتین زیرش هم 3 تا بلاک بکنید. هاپرها رو بردارید، یکیشو به این سنگ جلویی وصل کنید و بقیه هم به همین هاپره وصلش کنید به این صورت. این از حالا فقط کافیه که ما اینجا آبو بذاریم به این صورت و این بلاک زیرش هم بکنیم بهتره. حالا وقتشه که چستش رو بذاریم و دیگه کار رو تموم کنیم. میایم و بلاک رو میکنیم تا برسیم به هاپر. فکر کنم رسید. بلاک بالا سرش باید بکنیم. فارمو که ساختید تا 8 بلاک اطراف اون رو از همه جهت میتونید تورچ بذارید یا اینکه کارپت بذارید تا سرعت فارم بالاتر بره. و اگه یکی دیگه هم اسپان شد و اگه میخواستید که 2 تا اسپان شد حرفمو بزنم و اگه میخواستید که گربه هاشم بکشید کافیه فقط این هاپرها رو یه لول ببرید پایینتر، یعنی چیزی بلاک ببرید پایینتر و کمپ فایر بذارید توشون تا گربه ها بمیرن. سرعت فارم رو دیگه خودتون دارین میبینید با چه سرعتی داره آیرون گالم اسپان میکنه. آسان‌ترین و ساده ترین فارم آهن ماینکرافت فدراک اکویست. دوستان همونطور که میبینید من کل اینجا رو تا 8 بلاکش اسپان پروف کردم و سرعت فارم رو دارید میبینید خودتون دیگه. یعنی هر فکر کنم 20 ثانیه یه بار، نه 20 ثانیه یه بار داره آیرون گالم اسپان میکنه. من چند دقیقه AFK کردم و خودتون نتیجه رو ببینید. الان من فقط یه ربع AFK کردم و یه استک و 22 تا آهن داده که این واقعا خودش یه چیز باور نکردنیه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. زنگوله هم فعال کنید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.